بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز خوش آمدین به یکی از ویدیوهای آموزشی ما. در این ویدیو ما نتایج ریگرسیونی خطی ساده را تشریح میکنم که هدف از این تحلیل بررسی ما تاثیر نرخ ترم بر رشد اقتصاد افغانستان در یک دوره مطالعه کنیم که از 2010 تا 2020 است. دوستان عزیز که شما خودتانم دیتا را در ویدیو میبینید. دیتا را ما از ورک بانک گرفتیم دوستان عزیز که بعد از او ایره که در برنامه آر رن ساختیم نتایجش از دوستان عزیز در این مدل که میبینید دوستان عزیز متغیر وابسته ما رشد اقتصاد یا جی تی بی گرو است و متغیر مستقل ما نرخ ترم است. یا به عباره دیگه اگه بخوایم بگیم که آیا افزایش یا کاهش ترم میتونه به رشد اقتصاد افغانستان تاثیر داشته باشه یا خیر. بعد از این دوستان عزیز که دیتا را در نرم افزار رسیدی وارد کردیم و مدل ریگرسیون را نتیجه ش گرفتیم. ضریب ترم یا انفلاسیون برابر بس منفی 0.1097. دوستان عزیز که اینجا میبینین خودتان یه عدد این استقامت است که منفی بودن این ضریب دوستان عزیز نشان میده که بین ترم و رشد اقتصادی رابطه معکوس وجود داره. یعنی هرگاه ترم یک واحد افزایش کنه رشد اقتصاد به طور اوسط حدود 0.10 واحد کاهش پیدا میکنه. که از دید اقتصادی چی نتیجه میگیریم؟ که از دید اقتصادی به این نتیجه میرسیم دوستان عزیز که افزایش ترم میتونه باعث کاهش قدرت خرید مردم شود و افزایش هزینه های تولید و کاهش سرمایه شود که در نهایت رشد اقتصاد تحت تاثیر خود قرار میده. خود تنها مشاهده می ضریب کافی نیست، باید بررسی کنیم که این رابطه از نظر آماری معنا داره یا خیر. برای منظور از مقدار پی ولیو رو هم استفاده میکنیم دوستان عزیز که مقدار پی ولیو در این مدل برابر است 0.842. اینجا است دوستان عزیز مقدار پی ولیو 0.842 است که مقدار بسیار بزرگتر از سطح مانادار. سطح مانادار ما چند 0.05. نتیجه میگیریم که تاثیر ترم بر رشد اقتصادی از نظر آماری مانادار نیست. یا اگر ساده تر بگویم اگرچه در داده های ما رابطه منفی بین ترم و رشد اقتصادی مشاهده میشه اما این رابطه اینقدر قوی نیست که بتانه با اطمینان بگویم ترم یا انفلاسیون عامل اصلی تغییر رشد اقتصاد افغانستان است. و همچنین مقدار ضریب تعیین آر برابر است به 0.0046. دوستای عزیز اینجا است، اینجا نه دوستای عزیز ما با ماوس با شما نشان میتم که چی نشان میده درصد از تغییرات رشد اقتصادی که توسط متغیر ترم توضیح داده میشه که مقدار بسیار پایین است و نشان میده که عوامل دیگر مثل سرمایه گذاری، نیروی کار، سطح آموزش، وضعیت امنیت، تجارت خارجی یا سایر سیاست های اقتصادی نقش مهمتر در تعیین رشد اقتصادی افغانستان داره. و علاوه ای آزمون اف نیز بررسی مانادار کل مدل انجام شده که مقدار احتمالی آزمون نیز بیشتر از 0.05 بوده که نشان میده مدل ریگرسیونی به طور کلی از نظر آماری مانادار نیست. در نتیجه همین اگر یک نتیجه گیری کنیم گفته میتونیم که زمین تحقیق ما چی حاصل کردیم. این تحقیق به ما نشان میده که بین ترم یا انفلیشن و رشد اقتصادی افغانستان رابطه منفی وجود داره اما با این رابطه از نظر آماری مانادار نیست. و همچنان ترم بخش بسیار کم از تغییرات رشد اقتصادی را توضیح میده. بنابراین برای توضیح رشد اقتصادی باید متغیرهای مهم دیگر نیز در این مدل خود ما وارد کنیم. دوستان عزیز خدا کنه دوستان عزیز که چیز حاصل کرده باشین. ما یک بار دیگه یک نتیجه گیری کلی میکنم که اگر میره ما در مونوگراف خودم استفاده کردیم همی نتیجه گیری میره که ما به خاطر مونوگراف خود میکنم اون را برتان میگم دوستان عزیز که با منظور بررسی تاثیر ترم بر رشد اقتصادی افغانستان از مدل ریگرسیونی خطی استفاده کردیم دوستان عزیز که نتایجش نشان میده ضریب ترم منفی 0.1009 که اینجا برتان نشانش دادم دوستان عزیز که بیانگر رابطه معکوس میان ترم یا انفلیشن و رشد اقتصاد می باشه. با این حال مقدار احتمالی مربوط به متغیر 0.74 است که او پی ولیوش از دوستان عزیز که از سطح مانیدار
5% بلندتر است. بنابراین تاثیر انفلیشن به اقتصاد افغانستان از نظر آمانی مانادار تشخیص داده نشده و همچنین ضریب تعیین کننده آردوین دوستای عزیز اینجا آر سکویر 0.0046 که نشان میده انفلیشن تنها 0.4% تغییرات رشد اقتصاد توضیح میده. در این نتیجه که گفتم تان دوستای است که تا از 2010 تا 2020 شواهد کافی برای وجود تاثیر طور بر رشد اقتصاد افغانستان مشاهده نشده. دیگه دوستای عزیز ای بود امی دیتای که ما در برنامه آر استودیو رن کرده بودم و نتایجش به شما گفتم. دیگه دوستای عزیز اینجا دیگه اپشن هست، مثلا مکزیممش هست و مینیممش هست و میدیانش هست. دیگه همی بود دوستای عزیز تشریح دیتای و تاثیر تورم انفلیشن بر رشد اقتصاد افغانستان که از مدل ریگرسیونی خطی استفاده کرده بودیم. خدا کنه که آموزنده باشه. تشکر از توجهتان، وقتتان